ای زنان، به شوهران خود اطاعت نمایید، چنان که در خداوند مناسب است. ای شوهران، زنان خود را دوست دارید و به آنها سختگیر نباشید. ای فرزندان، به پدران و مادران خود در هر بابت اطاعت نمایید، زیرا که این پسندیده خداوند است. ای پدران، فرزندان خود را به خشم نآورید که مبادا آنها مایوس شوند. ای غلامان، به آقایانی که به حسب جسم دارید در هر بابت اطاعت نمایید، نه با خدمتگزاری ظاهری همچون آدم پرستان، بلکه با ساده دلی و با ترس خدا. هر آنچه میکنید از جان و دل بجا آورید، مثل آن که برای خداوند باشد، نه برای آدمان، چون میدانید که از خداوند میراث را مکافات خواهید گرفت، زیرا که به مسیح خداوند خدمت میکنید. هر که ناانصافانه رفتار میکند، موافق ناانصافی خود پاداش خواهد گرفت. او رویبینی ندارد. ای آقایان، به غلامان خود آنچه لازم است و آنچه حق دارند بدهید و بدانید که شما نیز آقای در آسمان دارید.